محیدین خان تبریک باشد ائتلاف نو با نام پیمان ملی تاجیکستان. سلامت باشید. با شما هم تبریک. سلامت باشید. چقدر راه دور بود تا به این ائتلاف؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. شما خود شاهد هستید که بسیاری از نیروها و اشخاصی که واقعا می‌خواستند نیروهای سازنده و آزادیخواه ملی تاجیکستان سر یک توافق برسند تا عملی دسته‌جمعانه داشته باشند، از کی‌ها باز این گفتگو شروع شده بود و شاید تقریبا 2 سال پیش، اما به طور جدی دوام سال اخیر صحبت‌ها و مشورت‌هایی که بین نیروها صورت می‌گرفت قدم به قدم ما رو به این نتیجه رساند که حتما باید ما کار رو از یک نقطه شروع کنیم. البته راه آسان نبود و کسی که تجربه ائتلاف سازی را دارد می‌داند که برای رسیدن به یک نقطه مشترک ساعت‌ها جلسات در کار، بحث‌ها لازم و گذشت‌ها لازم هست، چون بالاخره وقتی که یک چند نیروی سیاسی سر یک ائتلاف مشورت میکنند در اینجا نگاه‌ها فرق میکند، برنامه‌ها فرق میکند. اما نکته مهم این است که تمام این نیروها و اشخاص خواهان رسیدن به یک نتیجه بودند و محض همین داشتن اراده، داشتن خواهش باعث شد که ما در نتیجه گذشته توافقات و یکدیگر فهمی به این نتیجه رسیدیم. پلیترای نیروها خیلی گوناگونند و راه از بان تا به ورشاو واقعا جدی بود به نظرم. ببینید ائتلاف بین نیروهای تأسیس می شود که گوناگون فکرند، در بعضی مسائل حتی از یکدیگر فرق میکنند. اگر چنین نبود پس ائتلاف لازم نبود، پس همه باید در یک حزب یا یک گروه شامل می شدند. فلسفه هر گونه ائتلاف از اون عبارت است که حزب و حرکت‌ها و اشخاص گوناگون اندیش، گوناگون فکر، دارای برنامه‌ها و حتی دیدگاه‌های گوناگون سر یک نقطه‌های مشترک تفاهم می‌کنند. اونه که نیروهایی که به این ائتلاف وارد شدن توانستند سر یک نقطه مشترک توافق کنند، من فکر می‌کنم خیلی پیشرفته. و اون نقطه هم چی است؟ اون رسیدن به یک تاجیکستانی آباد، دموکراتی، حقوق بنیاد و یک نکته رو میخوام اینجا باز ذکر کنم که دنیوی. این خیلی نکته مهم است، چون برای بسیاری سوال است که چگونه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب مذهبی هست، اونم توافق کرد با اون که در یک کشوری دنیوی زندگی کند و فعالیت کند. باید بگیم که این نکته برای ما مسئله نو نیست. هنوز در سالهای کمیسیون رشته ملی وقتی که بین دو طرف اطراف کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بحث می‌شد، مسئله دنیویت خیلی بحث شد در اونجا و بالاخره ما باید توافق رسیدیم و حالا هم با کمال اطمینان میتوانم گفت که این موضوع برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موضوع زیاد مانع تراش نیست. فقط نکته‌ای که ما البته ما با دیگر احزاب عضو ائتلاف هیچ اختلافی نظر در مسئله دنیویت نداریم، اما اختلاف ما با شناخت دولت دنیوی با بعضی حزب و حرکت‌هایی که در داخل کشور هستند، با خصوص حزب حاکم امروزه وجود دارد. چون ما شناخت دولت دنیوی از طرف ما شناخت نزدیک به کشورهای اروپایی هست، اما بعضی دوستان در داخل تاجیکستان شناختشون از دولت دنیوی یک شناخت کاملا دیگر است که در آنجا گاه دین به امور دولت دخالت میکند، گاه دولت به امور دین. حالا که در شناخت غربی یا اصلی دولت دنیوی این دو از هم جدا هستند و به امور دیگر دخالت نمیکنند. این نکته اساسی بود که از دیگر ما به توافق رسیدیم و حالا مسائل دیگر بین این احزاب من امیدوارم که در چارچوب ائتلاف حل فصل پیدا کنیم. درست است. چی فکر میکنید شخصا شما همچون رهبری همین ائتلاف و رهبری حزب نهضت اسلامی، حزب نهضت اسلامی حزب بیشتر مذهبی است یا ملی؟ ببینید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب کنستیتوسیون عملکننده جمهوری تاجیکستان از طرف وزارت عدلیه ثبت نام شد. در آنجا در آیین‌نامه حزب که ثبت شده بود واضح و روشن گفته شده است که این حزب سیاسی است. درست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب سیاسی است که در چارچوب کنستیتوسیون دنیوی عمل میکند.
مبنای فکری این حزب ارزش‌های ملی و مذهبی هستند، همچنین که مبنای حزب کمونیست اندیشه‌های مارکسیستی، لنینیستی و کمونیستی هستند، یا مبنای یک حزب برای مثال سوسیال دموکرات مثلا یا دموکراسی، مبنای اندیشه‌های لیبرالی، دموکراسی و غیره هستند. مهم این است که این حزب ملی هست، برای منطقه ملی فعالیت می‌کند. چه وقتی که قانونگذاری کشور اجازت میداد در چارچوب قانون‌های کشور عمل میکرد. الان که این شرایط پیش آمد، ما در چارچوب معیارهای بین المللی، قانون‌های بین المللی و کشورهایی که در آنجا فعالیت میکنیم، یعنی این حزب صرف ملی هست در مبنای اندیشه ها و ارزش های ملی و مذهبی. تأسیس پیمان ملی تاجیکستان خواهر فکر ما رو میبرد به ائتلاف گذشته، اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان. چی فرقی رو میبینید بین این دو ائتلاف؟ ببینید، اینات یا ائتلاف قبلی در یک شرایط خاص جنگ شکل گرفت و اونم در هجرتی که در افغانستان بود. نیروهای اپوزیسیون بخصوص نهضت اسلامی تاجیکستان بخش نظامی داشت و این کاملا صحنه رو تغییر میداد. الان نیروهایی که این ائتلاف رو تشکیل دادن غالبا در اروپا هستند و البته شما میدونید که طرفداران همه حزب و حرکت‌های شامل ائتلاف در کشورهای دیگر هم هستند و شاید که طرفداران در داخل کشور هم باشند و اگرچه ما قبلا هم اعلام کردیم که هیچ از حزب و حرکت‌های که در بیرون عمل میکنن در داخل اعضا نداریم. اعضا داشتن از طرفدار داشتن فرق میکند و چون ما رسما حق فعالیت که نداریم نمیتونیم اعضا بگیریم، اما هیچ کس معنی نکرده است که یک قسمی از مردم طرفدار این یا آن حزب یا شخص در بیرون بوده باشند. بنابراین همین این ائتلاف از طرف نیروهای شکل گرفته که در اروپا فعالیت میکنند و در برنامه کارشون هیچ گونه فعالیت نظامی نیست، تنها و تنها راه‌های مصالحت آمیز و صلح آمیزی رسیدن به اهداف رو پیش گرفتند و البته هدف هر یک ائتلاف بخصوص حزب سیاسی این رسیدن به قدرت است یا تأثیر رساندن در قدرت، چون بدون تأثیر رساندن در قدرت یا مشارکت در قدرت امکان ندارد که یک حزب سیاسی، یک ائتلاف برنامه‌های خود را عملی کند. اگر کسی بگوید که من یک حزب سیاسی یک ائتلاف هستم که نمیخوام به قدرت برسم یا اصلا فعالیت سیاسی نمیکنم، پس این یا حزب سیاسی نیست یا ائتلاف نیست یا اصلا دروغگو هست. بنابراین ما باید پیاممون بسیار واضح روشن باشد که ائتلاف هدفش رسیدن به قدرت یا شریک شدن در قدرت یا تأثیر رساندن به قدرت سیاسی است برای عملی کردن اهداف خودش و اهدافش رو که من قبلا به شما گفتم که این رسیدن به یک جامعه آزاد، پیشرفته، دموکراتیک و حقوق بنیاد است. درباره ساختار ائتلاف سخن هست. حالا ببینید، شما میدونید از اخبار که تازه دیروز شورای پیمان ملی تاجیکستان تأسیس یافت که در آن انتخابات صورت گرفت و مسئولیت رهبری آن را فعلا به دوش بنده کابینه گذاشته شد و الان طبق مشورتی که با دیگر اعضای شورا و نمایندگان حزب و حرکت‌ها داریم، در روزهای نزدیک اون ساختار از طرف ما پیشنهاد خواهد شد و من امیدوارم که یک توافق صورت خواهد گرفت که در روزهای نزدیک ملت عزیزمون شاهد کامل گشتن تمام ساختارهای اجراییه و مشورتی و رهبری پیمان ملی تاجیکستان خواهد شد. میبخشید طرفدارای شما در حزب نهضت اسلامی چطور قبول کردن انتخاب شما رو؟ چون حزب ما تجربه ائتلاف رو قبلا هم داشت و حالا هم این آمادگی رو داشتن. البته اگر بگیم که همه قبول داشتن یا خیلی راحت قبول کردن چندان درست نمی بود. من باور دارم که همین ملاحظات در دیگر حزب و حرکت هم هست و باید هم باشد، چون بالاخره وقتی که با یک حزب با یک گروه دیگر ائتلاف میکنید این معنی رو دارد که شما باید از یک قسم از صلاحیت ها و خواسته های خود بگذرید و جای اون رو خواسته ها برنامه های طرف دیگر بگیرد. فلسفه سازش ائتلاف هم همین است. نه همه آماده هستند که به راحتی با آسانی از قسمی از صلاحیت‌های خود، استقلالیت خود و برنامه‌های خود گذشت کنند. بنابراین چندان آسان نبود، ولی چون ضرورت ائتلاف را همگان درک می‌کردند، بالاخره اکثریت قاطع میتوان گفت موافقت کردند و
حالا می‌بینید که هیچ مسئله در این باره در داخل نهضت نیست. برعکس تمام فعالان و جانبداران امید دارم که آمادگی خواهند داشت برای شرکت همه طرفه برای فعالیت در چارچوب پیمان. مهدی خان، سوال‌های در پس مجلس و در پس پرده مردم خانه‌خواه در ذهن مردم، در ذهن بعضی از دوستان بالا میگیرد که شما رهبری پیمان ملی تاجیکستان انتخاب شده، رئیسی حزب نهضت اسلام باقی میمانید. این حتما این گونه سوال‌ها خواهند بود و ما باید ببینیم که کدوم از این به نفع ملت هست. من نمیگم به نفع حزب، چون بالاخره هم حزب و هم پیمان به خاطر ملت تأسیس شده است. اگر ما هم در حزب هم در پیمان ببینیم که بودن من در هر دو مقام به نفع است، حتما باقی خواهم ماند، مگر اینکه خود حزب یا خود پیمان به خلاصه نآید و پیشنهادی نداشته باشد. اگر ببینیم که نه، به منفعت ملت، کشور و خود پیمان این است که من یکی از این مقام ها را حفظ کنم، مشغول باشم و دیگر را واگذار کنم به کسی دیگر، این هم مورد بحث و بررسی هست. اما فعلا الان این موضوع حداقل در داخل حزب مطرح نیست و شاید در آینده های نزدیک ما سر این موضوع برگردیم. اما من همیشه طرفداری به طور طبیعی قبول کردن قرارها هستم و نباید ما اقدام ها و تصمیم های سراسیمه بگیریم و تا حالا که دیگر دوستان و هم در حزب و هم احزاب دیگر به این توافق رسیدند و با همین شرط که بنده فعلا رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان و دوست دارم مسئولیت پیمان را داشته باشم، فعلا این موضوع جزء اولویت ها نیست. اما اگر هر وقت دیدیم که این ضرورت پیش اومد، حتما این موضوع بحث خواهد شد. نشست پیمان ملی تاجیکستان و اعلامیه ظهور پیمان ملی تاجیکستان در روزهای ورشو 3 رخ داد. این چی معنی دارد؟ یا این چی بود؟ تصادفی بود یا که این من فکر می‌کنم که اتفاق افتادن این روز به روز ورشو، کنفرانس OBSE در ورشو تا حد تصادفی هم است، چون بالاخره هر سال در ماه سپتامبر این کنفرانس در ورشو برگزار میشه. اما اتفاق افتادن این روز به روز استقلال این تصادفی نبود. این انتخاب آگاهانه بود از طرف احزاب و افرادی که این اطلاع رو تشکیل دادن، چون اعلان این روز، این حادثه در روز 9 سپتامبر، روز اعلان استقلال تاجیکستان 27 سال قبل، در خود رمز و پیام دارد. ما با این اقدام خود می‌خواستیم ارتباط معنوی این پیمان رو با حرکت استقلال خواهی 27 سال پیش بیان کنیم و واقعا برگردیم به اون اهداف و آرمان‌های نیکی که 27 سال پیش ملت تاجیک، خرد و بزرگ، زیایان، دهقانان و همه کسانی که بودن که همگان تشنه استقلالیت بودن، البته نه همه، منظورم اون قشری که واقعا استقلالیت رو می‌خواست، اونا تشنه بودن و چه زحمت‌های کشیدن، میدانشینی‌ها، میتینگ‌ها، مکتوب نویسی‌ها، اعتراض‌ها، چه بحث‌های در پارلمان میشد، چه زحمت‌های شادروان طاهر عبدالجبار، قدردین اصلانوف، اصلین صاحب نظرов، استاد تورجانزاده و دیگر کسانی که بیرون از پارلمان بودند، مثل رهبران حزب حرکت‌های مثل رستاخیز، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات، اینا در مجموع تلاش کردن، زحمت کشیدن و وادار کردن که پارلمان کشور، پارلمان آن وقته که اکثرا از حزب کمونیست و نفران مخالف به استقلالیت بودن، این دکلراسیون را قبول کنند. و ما هم این تاریخ رو انتخاب کردیم به خاطر پیام فرستادن و پیدا کردن ربط معنوی بین پیمان و حرکت استقلال خواهی، چون در برنامه ها و اهداف ما هیچ فرقی نداریم. برنامه های پیمان همون اصلی برنامه ها و هدف و آرمان های اون حرکت استقلال خواهی 27 سال قبل است. بغیر از این 4 گروه، 4 احزاب و سازمان تشکیلات، باز گروهی هست که
با شما است، با ما است، یعنی با پیمان است. نتیجه مشورت ها، صحبت های یک سال اخیر این شد که ما با خلاصه آمدیم که فعلا همین 4 گروه آماده هستند این پیمان رو امضا کنند. البته می توانستیم باز دامنه این مشورت ها رو وسیع‌تر کنیم، مهلت رو درازتر کنیم، اما وقت از دست می رفت. ما به این نتیجه رسیدیم که الان با امضای این 4 گروه پیمان تأسیس داده شود، ولی در رو باز مانیم برای پیوستن به همگان و هیچ مانع در اینجا وجود ندارد. هر کسی که با این اعلامیه، با اهداف و آرمان پیمان که خیلی هم مختصر، واضح و روشن در اون بیانیه جا کرده شدن، هر کسی که موافق است با آن میتواند بیاد یا عضو پیمان باشد یا همکاری خود را به هر شکلی که میخواهد اعلان کند. الان فکر میکنم که دیگر ضرورت برای دعوت خاص به کسی نیست. دعوت باید عمومی باشد و ما نباید اینجا تبعیض را راه اندازی کنیم، مثلا به نفر به گروه دعوتنامه فرستاده شود و به گروه دیگر نه. ما باید در رو باز مونیم و هر کسی که خواهشمند است میتواند وارد شد. البته این رو هم تاکید کنم که در نه تنها برای وارد شدن به پیمان باز است، حتی در برای مکالمه، گفتگو و بحث و اطراف پیمان هم باز است. گاه می شود که یک گروه یا یک حزب و حرکت حالا آماده نیست که وارد پیمان شود، اما او آماده است که وارد بحث شود، گفتگو شود. شاید در نتیجه مکالمه و گفتگو اون به نتیجه می رسد که وارد شود یا نه. ما اینجا این دو مسئله رو باید از هم جدا کنیم. ما در هر دو آماده هستیم، هم آماده گفتگو درباره پیمان، برنامه‌های پیمان و هم آماده گفتگو درباره وارد شدن به پیمان. در آخر میخواستم پیام شما به طرفداران پیمان و مردم شریف تاجیکستان. ببینید در این لحظات چی میتوان گفت؟ خیلی هم اگر به اختصار بگیم پیام ما این است که مردم شریف تاجیکستان بدانند که این پیمان جزئی از آنها است، این جزئی از ملت است. من حالا گفته نمیتوانم که کدام جزء، یعنی جزئی بیشتر یا جزئی کمتر، اما همه آن کسانی که آینده تاجیکستان را یک کشور دموکراتی، آزاد، حقوق بنیاد، پیشرفته، آرام، چه از لحاظ امنیت چه از لحاظ ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی دیدن میخواهند، اونا حتی اگر عضو رسمی هم نباشند در پیمان، ما آنها را همچون عضو و طرفدار پیمان میدونیم. هر کی در هدفها با ما شریک است، که من فکر نمیکنم یگان تاجیکستانی باشد که مقابل مردم سالاری باشد، مقابل امنیت و آرامش باشد، مقابل آن باشد که تاجیکستان یک کشوری آباد و پیشرفته و برابر حقوق باشد، همه شهروندان در پیش قانون برابر باشند. هر کسی که طرفدار این هدف است، پس او یا رسما عضو پیمان است یا با پیمان هم‌مرام و شریک است. پیام ما به مردم شریف این است که ما را از خود بدانند، ما مردم را از خود میدانیم و انشالله امید داریم که روزهای نزدیک پیام ها، برنامه ها و خبرهای خوبی را از پیمان خواهند شنید و ما هم تمام این برنامه و فعالیت های خود را قربان ملت خود و در خدمت ملت عزیز خود خواهیم گذاشت. بسیار تشکر، موفقیت و کامرا باشید. تشکر، سلامت باشید.